خدمت سگ را بکن نه خدمت کمزاد را. تا حالا شده به کسی خوبی کنی بدی ببینی، عشق بدین خیانت ببینی، مردی بدین نامردی ببینید. جناب سعدی میگه اینها همش به خاطر ذاته. یه بیت شاهکار داره میگه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شور بوم خس. خب شما محبتتون میکنی، اونی که زمینش قابل و ذاتش خوبه گل محبت و قدردانی رو تقدیمت میکنه، و اونی که ذاتش بد هست چی تقدیمت میکنه؟ خس و خار تقدیمت میکنه، نامردی و ناجنسی تقدیمت میکنه. میگه گل نزن که گل نزن دیوار بی بنیاد را. خدمت سگ را بکن نه خدمت کمزاد را.